با درود و مهر، حسین شیرزادی هستم با آموزش 0 تا 100 طراحی سازه. خیلی خوش اومدین به این دوره. تو این دوره ما قراره طراحی 0 تا 100 یک ساختمان در ابتدا بتونی و در ادامه یک ساختمان فولادی رو با هم دیگه پیش ببریم. اما همه اینها قبل از ورود به نرم افزار ایتابس و مدل سازی سازه توی نرم افزارهای عمرانی و سازه‌ای مستلزم این هست تا ما درک خوبی از معماری کارمون داشته باشیم. به خاطر همین لازم دونستم تو ابتدایی ترین جلسه برداشت‌های خودمون رو از فایل معماری که به دست یک مهندس سازه میرسه کامل و جامع انجام بدیم. پروژه‌ای که قراره در ادامه طراحی 0 تا 100 رو با هم دیگه پیش ببریم یک ساختمان 3 طبقه هست با کاربری مسکونی. فایلی که پیش روتون هست یک شیت بندی نرمال از یک فایل معماری هست. من به صورت خلاصه‌وار ترتیب صفحات رو خدمتتون توضیح میدم. هر فایل معماری شامل یک بخش ابتدایی مربوط به مساحت‌های فضاهای مختلف و یک سری الزامات آیین‌نامه‌ای هست. معمولاً توی شیت بعدی مشخصات و لوکیشن زمین مورد نظرمون که قرار توش معماری اتفاق بیفته وجود داره که معمارین محترم این ابعاد زمین و لوکیشن زمین رو با توجه به محل قرارگیری زمین، گذرهای اطراف زمین و هر اون چیزی که مربوط به این زمین هست با آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به شهرداری‌ها و نظام مهندسی میان طراحی میکنن و نهایتاً از تو دل این زمین یک ساختمانی به این صورتی که ملاحظه می‌فرمایید ظاهر میشه. نهایتاً نقشه‌های معماری از این شیت به بعد شامل پلان‌های معماری که داخل این پلان‌ها اندازه‌گذاری فضاها و کاربری فضا مشخص شده، پلان‌های مبلمان، پلان بام و خرپشته و در انتها برش ساختمان و نمای ساختمان که حالا بسته به اون محل قرارگیری ساختمان توی سایت ما ممکنه شمالی، جنوبی و یا شرقی و غربی حتی باشه. چیزی که ما از معماری نیاز داریم برداشت بکنیم یک کنترل چیدمان ستون‌ها توی پلان معماری هست. ساختمانی که ما داریم بررسی می‌کنیم یک ساختمان 3 طبقه به صورت بتون آرمه هست. با توجه به نوع سیستم سازه‌ای معمارها یک پیشنهاد ستونگذاری و توی معماری خودشون قرار میدن که این در اصل میشه پایان فاز 1 نقشه‌های معماری. توی این شرایط طراح سازه باید ستونگذاری معمار رو بررسی بکنه و نهایتاً اگر نیاز به اضافه کردن یا جابجایی یک ستون در جهت بهینه‌سازی و در جهت بهبود سازه بود این مورد رو به معمار پروژه کامنت بزنه تا معمار اون رو بیاد توی نقشه‌های بعدی خودش اصلاح بکنه و نهایتاً به یک ستونگذاری منطقی و بهینه برسه. حالا صحبت از ستونگذاری منطقی و بهینه شد. ستونگذاری منطقی و بهینه چی هست؟ به صورت کاملا تجربی میتونم بگم که جدا از استثناءهایی که توی پلان معماری ممکنه وجود داشته باشه مثل ستونهای اطراف باکس پله باید سعی بکنیم هیچ جایی از پلانمون در حد امکان فاصله ستونهاش از 3 متر کمتر نشه و سعی بکنیم هیچ جایی از پلانمون هم فاصله هیچ کدوم از دو تا ستون بیشتر از 7.5 متر نشه. این فاصله‌ای که دارم خدمتتون عرض میکنم منظورم فاصله آکس تا آکس ستونها هست که این فاصله الان توی این قسمت 6.5 متر است و توی این قسمت 7.40 است. سعی کنیم این فاصله بیشتر از 7.5 متر نشه و همچنین کمتر از 3 متر. این یک نکته در رابطه با ستونگذاری. نکته بعدی در رابطه با ستونگذاری این هست که سعی کنیم آکس های ستون هامون در یک محور زیاد جابجا نشه. این مورد باعث میشه که فرضاً توی این قسمت ما ستون هامون از این قسمت تا اینجا توی یک محور هستن ولی این ستون یک مرتبه آکسش متفاوت هست. این باعث میشه که در اشل خیلی بزرگتر ما یک نامنظمی به سازمون تحمیل بکنیم. البته تا حدی این پذیرفته شده هست و ما میتونیم توی سازمون بسته به این که معماریمون آسیب نبینه و سازه هم تامین بشه تا حدی این ستون ها از محور قائم و محور افق جابجا بشن. ابعاد ستون پیشنهادی معمولا برای یک ساختمان 3 طبقه بتون آرمه با کاربری مسکونی ابعاد ستون 40x40 ابعاد منطقی هستن. ممکنه حالا توی طراحی سازه تعداد محدودی از ستون ها به مقاطع کوچیک‌تر یا بزرگتر نیاز داشته باشن ولی در مجموع ما میتونیم با یک فرض ستون ها با ابعاد 40x40 سازمون رو پیش ببریم و نهایتاً اگر تغییری توی ابعاد یک سری از ستون ها وجود داشت در انتهای طراحی و قبل از تکمیل نقشه‌های فاز 2 معماری این موارد رو به معمار اطلاع بدیم تا تو نقشه‌های فاز 2 حتما لحاظ کنیم. مورد دیگه ای که ما از پلان‌های معماری باید
باید دقت زیادی بهش داشته باشیم که اتفاقا در جهت جانمایی ستون‌ها هست، بحث آکس بندی ستون‌ها هست. ما در دو راستای متعامد، در راستای قائم و در راستای افقی، محور هر کدوم از ستون‌هامون رو یک آکس براش تعریف می‌کنیم. معمولاً چیزی که به صورت نرم اتفاق میفته و بای دیفالت خیلی از نرم افزارهای مدلینگ هست، به این صورت هست که در راستای افق محورهای آکس‌های ما با اعداد از همدیگه تفکیک میشن و در راستای قائم محورهای ما با حروف از همدیگه تفکیک میشن که این مورد رو توی جلسات بعد که مربوط به مدل سازی پلان سازمون توی نرم افزار هست مفصل در خصوصش صحبت میکنیم. مورد دیگه در خصوص تقسیم بندی فضا در معماری هست. همونطور که میدونید هر کدوم از کاربری ها در معماری مطابق مبحث ششم و با توجه به اون کاربری که وجود داره ممکنه بار زنده‌اش و بار مرده‌اش با همدیگه متفاوت باشه. پس ما باید تک تک این کاربری ها رو با دقت خیلی بالا بررسی بکنیم و با توجه به هر کاربری به صورت جداگانه اون بارهاش رو اعمال بکنیم. نکته دیگه در خصوص معماری بحث دیوارهای داخلی و دیوارهای خارجی هستن که هر کدومش با توجه به ضخامتش، نوع متریالش و ارتفاع اون بارش متفاوت و نحوه اعمال بارش هم متفاوت هست. قطعاً این تو جلسه های بعدی که مربوط به بارگذاری هست کامل و مفصل در خصوصش صحبت میشه. یک نکته بسیار مهم که طراح سازه در ابتدایی ترین لحظات بررسی پلان معماری باید در نظر بگیره و این مورد رو حتما چک بکنه، بحث درز انقطاع هست که با توجه به نحوه قرارگیری پلان معماری ما توی سایت پلان و مجاورت‌های پلان معماری ما، اینکه در ضلع شرقی و در ضلع غربی این سایت پلان ما قرار بعداً چه ساختمان‌هایی ساخته بشن، این برای ما حائز اهمیت هست تا ما بدونیم این درز انقطاع یعنی فاصله از مرز زمین مشترک ما بین خودمون و همسایه‌مون نهایتاً به صورت تمام شده باید چه اندازه باشه. یک پیش‌فرضی ما توی آیین‌نامه 2800 داریم که قطعاً معماران ما هم اشراف کامل به اون موضوع دارن و به صورت تجربی مقدار درز انقطاع رو تو وهله اول مقدار 5000 ارتفاع در نظر میگیرن. برای ساختمان‌های زیر 8 طبقه طراح سازه حتما باید این مورد رو چک بکنه تا معمار لحاظ کرده باشه. این مورد توی چیدمان ستون‌ها بر تمام شده ساختمان از طرفین کاملا مؤثر و حیاتی هست. و اما تو این لحظه جا داره که بریم سراغ مهمترین قسمت برداشت هامون از فایل معماریمون و اون بحث ترازهای ارتفاعی هستن. ترازهای ارتفاعی معمولا توی پلان‌های معماری این صورت نمایش داده میشه و همچنین توی برش معماری هم ما میتونیم این رو به وضوح ببینیم. بعد بعضی از فایل‌های معماری برشش ناقص باشه یا برش وجود نداشته باشه، اون وقتی که ما باید فقط از روی پلان معماری برداشت کنیم. ولی معمولا یک فایل معماری کامل کلیه پارامترها هم توی پلان معماری باید موجود باشه و هم به صورت برش خورده از یک مقطع باید وجود داشته باشه. حالا به خاطر اینکه درک این موضوع خیلی راحت تر باشه، من این رو ابتداءً روی پلان معماری توضیح میدم و نهایتاً یک دبل چک هم روی برش معماری با هم دیگه انجام. چیزی که ما توی معماری تحت عنوان تراز طبقه میشناسیم در از کف اون طبقه هست. فرضاً این قسمت ورودی ساختمان به پارکینگ هست. قاعدتاً تراز اون یک ترازی نزدیک به تراز زمین مجاور هست که خب تراز زمین مجاور رو با فرض 0-0 در نظر گرفتن، پارکینگ هم اگر بخوایم نزدیک به اون بگیریم همون 0-0 در نظر گرفته شده. نهایتاً توی این ساختمان با 3 تا پله وارد محوطه خود پلان میشن و تراز مثبت 50 میشه تراز طبقه همکف ما. همچنین وقتی توی طبقه بعدی میریم، یعنی در اصل توی سقف بعدی میریم، تراز سقف بعدی به صورت تیپ هست، یعنی گفته این پلان توی 2 تا تراز داره تکرار میشه. اگر دقت فرمایید نوتیشن زیر پلان هم اومده گفته پلان اندازه‌گذاری تیپ طبقات، یعنی به صورت اختصاصی این پلان مربوط به پلان اندازه‌گذاری طبقه همکف هست و این پلان 2 مرتبه تکرار میشه، یکی تو تراز مثبت 3 و 80 و یکی هم تو تراز مثبت 7 و 10. تو
جای جای این پلان ترازهای متفاوتی هست که قطعا ما این موارد رو باید بیایم توی بحث سازه‌ایمون لحاظ بکنیم و در نظر بگیریم. همینطور که می‌بینید کف سالن اینجا، حال اینجا با این قسمت لاوی خصوصی خودش یک اختلاف تراز 15 سانتی داره و با یک پله این قسمت از این قسمت جدا شده. حالا وقتشه همین ترازهای ارتفاعی رو بریم روی برش معماریمون با هم دیگه بررسی بکنیم. دقت بفرمایید ما یک تراز 0 داریم که توی این قسمت هست، یعنی اگر ما یک خط مستقیم در راستای افق ترسیم بکنیم در از این قسمت ورودی ساختمانمون هست، این قسمت حیاتش هست و تراز 0 کف طبقه‌مون ترازش مثبت 50 هست، اختلاف تراز این قسمت 50 سانت هست. تراز روی طبقه اولمون الان اینجا عددش نخورده، خیلی راحت ما میتونیم یک دایمنشن بزنیم از روی 0 و متوجه میشیم که تراز روی این قسمت برابر هست با 3.80. تراز روی معماری طبقه دوم هست 7 و 10 و نهایتا تراز تموم شده روی معماری باممون هست 10 و 40. حتما براتون سوال پیش اومده که اون ترازهای اضافه تر چی هست که قرار دادیم؟ مگه ما فقط یه تراز روی معماری رو نمیخوایم؟ باید خدمتتون عرض بکنم با توجه به دیتیل کفسازی که معمار پروژه در نظر گرفته یک ضخامتی روی سازه ما تحت عنوان کفسازی معماری اتفاق میفته که الان فرضاً توی این پروژه با توجه به دیدگاه معماری این ضخامت هست برابر با 15 سانتی متر، یعنی تراز سازه‌ای ما 15 سانتی متر از تراز معماری ما پایین‌تر هست و ما حتما باید این رو لحاظ بکنیم، هم توی بحث بارگذاری مرده کف طبقاتمون هم تو بحث ترازهای ارتفاعی معماریمون. الان اگر دقت بفرمایید این ناحیه‌ای که با هچ قرمز رنگ مشخص شده این در اصل ضخامت سقفی هست که برش خورده و عملا روی این سقف میشه روی تراز سازه‌ای ما که 15 سانتی متر از روی تراز معماری ما پایین‌تر هست. این مورد رو میتونیم توی طبقات دیگه مثل طبقه دوم با هم دیگه چک بکنیم و روی سقف بام هم میتونیم این مورد رو چک بکنیم که هر طبقه ممکنه کفسازیش هم متفاوت باشه و ما باید حتما این مورد رو بررسی کنیم. مورد بعدی تراز روی فونداسیون پروژه هست که البته این یک تعاملی بین معمار و سازه هست، یعنی تو وهله اول برداشت‌ها از زمین بعد از اون که نقشه بردار یا ممکنه خود مهندس معمار برداشت‌ها رو از زمین موجود بکنه با توجه به اینکه ممکنه زمین ما مسطح باشه با زمین مجاورش هم سطح باشه یا اینکه ممکنه زمین ما گودتر باشه نسبت به جاده کنارش که البته توی این پروژه هم همین اتفاق افتاده و زمین نسبت به تراز زمین مجاور یک مقدار گودتر هست و یا ممکنه برای بحث سازه‌ای و با توجه به گزارش مکانیک خاک مبنی بر اینکه خاک سطحی پروژه ممکنه مناسب نباشه و این نیاز به وجود بیاد تا ما سطح فونداسیونمون در تراز پایین‌تر از زمین طبیعی وجود داشته باشه. از این بابت به صورت تخمینی معماری توی فاز 1 پروژهش میاد یک ترازی رو تحت عنوان تراز زمین طبیعی درست لحاظ میکنه با توجه به تجربه شخصی خودش و ممکنه با مشورت طراح سازه یک ضخامتی رو هم برای فونداسیون لحاظ بکنه که الان اینجا ضخامت فونداسیون رو فرضاً ضخامت 60 سانتی متر در نظر گرفته. ممکنه بعد از طراحی سازه این ضخامت تغییر بکنه و نهایتاً توی نقشه‌های فاز 2 معماری این تغییر اعمال میشه. ولی برای فرض اولیه که طراح سازه هم نسبت به وضعیت زمین موجود بدونه تراز روی فونداسیون رو به چه اندازه پایین‌تر از زمین مجاور بگیره و کلاً روی چه ترازی لحاظ بکنه، این فرض میتونه فرض خوبی باشه. الان فکر میکنم کل مواردی که برای مدل سازی ابتدایی از یک سازه 3 طبقه با توجه به معماری که با هم دیگه بررسی کردیم رو از این فایل معماری به دست آوردیم. پس الان میتونیم با انرژی و با داده هایی که از معماریمون برداشت کردیم جلسه بعدی که مدل سازی ابتدایی سازه توی محیط نرم افزار ایتابس هست رو راحت و با قدرت استارت بزنیم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع شده باشه. برای دیدن آموزش‌های بعدی کانال سرزمین عمران رو سابسکرایب کنید.